شنبه 9 اسفند تعداد زیادی موشک تاماهاک از ناوشکن‌های نیروی نظامی آمریکا سنتکام به سمت پایتخت ایران تهران پرتاب میشه. نکته بسیار مهم اینه که موشک‌های تاماهاک موشک‌های کروز هستن. موشک کروز در ارتفاع پایین با سرعت بین 700 تا نهایتاً حداکثر 900 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه. از حتی ساختمان‌ها میتونه رد شه، از کوه و موانع میتونه رد شه تا به نقطه برسه و برای همین سرعت بالایی نداره. اگه دقت کرده باشین تو ویدیوهایی که بعد از 40 روز بعد از باز شدن اینترنت منتشر میشد، موشک‌های تاماهاک با چشم غیر مسلح قابل دیدن بود، مردم فیلم گرفته بودن. یک خط صاف مرزی رو شما اگه از تهران به جنوبی ترین نقطه خشکی زمینی ایران در دریای عمان در نظر بگیرید، 1100 کیلومتر فاصله داره. از لحظه‌ای که این موشک شلیک شده تا لحظه‌ای که به تهران و به بیت برسه با یک محاسبه بسیار ساده متوجه میشید که حداقل بین حداقل یک ساعت تا 1 ساعت و نیم این مسافت طول کشیده تا به بیت برسه. اما یه نکته بسیار مهمی که اینجا باید بهش توجه بشه اینه که وقتی ژنرال سنتکام و ترامپ داره دستور شروع عملیات رو میده، اون لحظه‌ای که دکمه پرتابو میزنه میدونه که این موشک‌ها حداقل 1 ساعت دیگه میخوان به اون نقطه برسن و من تو این 1 ساعت باید حتما مطمئن باشم که اون نقطه، اون هدف من همونجا هست. نه تنها همونجا هست و از اونجا خارج نمیشه، دو عملیات من در این 1 ساعت اکسپوز نمیشه، لو نمیره. نکته اینه که باز انقدر ارتفاع موشک‌ها پایین بوده و سرعت کم بوده که عرض کردم ویدیوها هست، مردم با چشم عادی دیدن. خب پاسگاه‌های ما اینا هم اگه یعنی شانسی هم یکی هم اگه اینو دیده باشه، یه بیسیم بزنه به فرمانده پادگانش بیسیم بزنه به تهران بیسیم بزنه به بیت، یعنی 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم وقت بوده که شما بخوای هشدار بدی که آقا یه چیزی داره میاد، فلانی رو ببر پایین. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که ما ندیدیم، ما نفهمیدیم و هیچ کاری نتونستیم بکنیم. آیا روسیه هم ندید؟ آیا سیستم‌های نظارتی اطلاعاتی، ماهواره‌ای، راداری، مخابراتی، الکترونیکی روسیه هم ابرقدرت نظامی دنیا که حتما تمام سیستم‌های امنیتیش به خاطر جنگ فعالی که با اوکراین داره فعاله و میدونه از اونوری ابرقدرت دیگه اومده نشسته، آیا روسیه هم ندید؟ آیا واقعا روسیه، رادارهای روسیه، ماهواره‌های روسیه که زیر 1 دقیقه به روز میشن هشدار میدن، ندیدن این عملیاتو؟ آیا اینه که به تهران گفتن به بیت نرسیده؟ اینا سوال‌های بسیار مهمیه.